فروش اردی نسبتاً ارزان در این شب و روز ساکنان بخصوص کمبیزوات شهر کلوب را به پای نوبت‌پایی طولانی در نزد کارخانه کارکرد اردی این شهر کشانده است. نرخ یک خلطه اردی نو یکم در این کارخانه با قیمت 225 سومانی فروخته می شود. در حالی که در بازارهای شهر و منطقه یک خلطه اردی همسان تا 270 سومانی بالا رفته است. مرضیه رجبова ساکن شهر کلوب در بازار این شهر سبزیجات می فروشد و با سبب بسته بودن بازار حالا بیکار و از منبع درآمد محروم است. او از صبح بروقت در نوبت اردی ارزان خود را نامنویس کرده است و با پول از فطری روزه همسایه برایش خیر کرده میخواهد ارد خرد. 15-20 خیلی خدا را شکر که همی برای همی ارزانیش همجا ایستادیم که مقصد آدمای گودکدار یک تینون با اسم ترک میشه خوبه را پولیش هم هست و ای با نازی مگزین در پرسیدن 265 ممی ارده. کارخانه ارد شهر کلوب زیرتابع اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است. تا بالا رفتن نرخ ارد در کلوب با ارد این کارخانه ساکنان چندان توجه نداشتند. حالا ارد ارزان این کارخانه را در یک روز به هر نفر نوبت پاییده یک خلطه بیشتر نمیفروشند. صفاتش سوزه نگود خوبه نه کامرا امکانات باشد تست ببرونده می خلق جواب شود نمی کارناویروس پروماگه مثال چی میشود خلق با جمع بشه ایش بایش گفتی گپ خدا کو نشود هیچ کا. کارخانه ارد شهر کلوب گندم را از جمهوری قزاقستان طریق واگن‌های قطار وارد کلوب میکند. با گفته مسئولین کارخانه آنها در یک شبانه روز 90 تن ارد استحصال کرده به منطقه ها روان میکنند تا مردم از ارد تازه استحصال شده و ارزان خریداری کنند. تأمین ارد از سوی این کارخانه با هدف تنظیم نرخ ارد در بازار است، زیرا برای ساکنان فعلا صفت ارد چندان مهم نیست، مهم نرخ ارزان است. من نمیتونم که الان مغازه بگیرم برم، یکی ارزانه من ارزانش میگیرم میرم 10 منوت فرق ندارم. نون شوا شیلوخی هر چهار تا که سفید زود همون نریزه شید میگیریش میره میخری. کارخانه ارد کلوب قسم‌های حربی منطقه را نیز با ارد ارزان تأمین میکند. ساکنان در حال به ارد ارزان کارخانه کلوب را آوردند که دادستان شهر کلوب سال 2017 علیه رهبر این کارخانه با اتهام فریب مشتری‌ها پرونده جنایی باز کرده بود. مقامات گفته بود که هنگام تفتیش 1200 خلطه یا بیش از 65 تن ارد مهلت استعمالش گذشته را آشکار و مصادره نموده بودند.